اینجا رسم نیست وقتی خانه عزادار است کسی سکوت کند. این صدایی که میشنوید موسیقی نیست. اینجا وقتی داغ چنان سنگین می شود که واژه ها زیر بارش کمر خم می کنند، سرنا به سخن می آید. این نوای چمری است، پژواکی که هزاران سال در پیچ و خم تنگه های زاگرس دویده و ریشه در خون اساطیر دارد، در سوگ سیاوش. میگویند آنگاه که نخستین خون پاک بر زمین ریخت و سیاوش را مظلومانه سر بریدند، کمر زمین شکست. نیاکان ما به جای شیون عجز این نوا را ساختند. چمری موسیقی تسلیم نیست، فریاد اعتراضی است حماسی به مظلومیت، آیینی برای بدرقه سوارانی که رفتنشان ستونهای ایل را می‌لرزاند. در باور این کوهستان سیاوش تنها نامی در کتابها نیست. سیاوش روح تمام جانهای شیفته است که برای راستی از آزمون آتش گذشتند و اما این کتل است، مرکب بی سوار. ببینید زین را برعکس بسته ایم، یعنی سوار دیگر بر نمی گردد و آن تفنگ که واژگون بر زین آویخته شده، یعنی این سلاح پس از صاحبش تا ابد یتیم میماند. کتل روایت آن جای خالی بزرگی است که هیچ کس پرش نمی کند. ما کتل به راه می اندازیم تا بگوییم اگرچه رکابها خالی است، اما آرمان آن سوار هنوز در رگ‌های ایل نفس می کشد. این خاک در آغوش خود سواران جدیدی می پرورد. در اساطیر ما زن تماشاگر نیست، او حافظ سوگ و تداوم بخش کین سیاوش است. مادری را ببینید که در یال این اسب عطر تمام غایبان بزرگ این خاک را می جوید. او نمی گرید که ضعیف بماند، او مویه می کند تا ریشه ها خشک نشوند. او مادر ایران است که نقشه وطنش را با تار و پود گلونیش گره زده. وقتی او کنار کتل می نشیند، یعنی این داغ خانگی نیست، این زخم بر تن تمام این خاک است. به احترام تمام سیاوش‌های این سرزمین و به یاد تمام مادران سربلند، این نوا و این کتل پیشکش زاگرس است به تمام ایران، به امید روزی که سرناهای زاگرس تنها برای شادی و هلپرکه کوک شوند. زاگرس بیدار است، ایران بیدار است.